تماشای رقابت تیمور رحیموف مرحله نیمه‌نهایی فرا رسید. تیمور رحیموف با حریف روبرو می شود که او را یک بار مغلوب کرده بود و آن هم در گرانپری مراکش بود. تیمور رحیموف با جودوگی سفید یا با لباس های سفید همان رمزی که برای او بخت و اقبال در مرحله اول آورده بود. و ببینیم از این حریفش که شناخت خوب دارد در رقابت نوبتی با چی ترتیب و با چی شکل و شیوه مبارزه میبرد. سالی که تیمور رحیموف این حریفش را مغلوب کرده بود دوستان عزیز، در آن رقابت در همان دقیقه های قانونی و دقیقه معمولی پرتاب زیبای اوساتوگاری یک وزری به تیمور رحیموف. این هم طوله بلنده که در این لحظه به تیمور رحیموف خندید برای تیمور رحیموف و یک وزری دیگر کار را قبل از انجام وقت اساسی تمام خواهد کرد و تیمور رحیموف را در فینال خواهیم دید. و ببینیم جزئیات حرکات نوبتی تکنیکی برای دریافت مبارزه از سمت پشت راه گریز از چنگ حریف را به این ترتیب جویا شد. سوین هنلی آلمانی مراتبه دیگر از پشت کمر یک چنگ بسیار با مورد و بار دیگر اوساتوگاری و در این رقابت ها هم با همان عقیده هم شاید باشیم که کار به زمین نیفتد. در همان لحظه که موافق است در سراپا یا در بخش تاچ وضع تیمور رحیموف کار را تمام کند و به مرحله فینالی رقابت ها برود. سمت چپ همان سمتی که مقبول است برای تیمور رحیموف یا سمت مساعد هست برای قپیدن. بار دیگر به همان سمت درگیر می شود از پس گریبان و خوشبختانه این اصولی که اجرا کرد هلوک معمولی داخل یا همون اوچیماتا به نتیجه بود با شکم افت تیمور رحیموف. در مراکش در سال 2019 هم بود. در مرحله دوم رقابت ها تیمور رحیموف در مدت 2 دقیقه و 42 ثانیه این حریف را مغلوب کرده بود. اما یک کرد زرد یا یک شیدو با تیمور رحیموف، ولی این هیچ جای تردید یا خطر نخواهد داشت چون که فرصت هم بر سود ورزشگر ما تیمور رحیموف در حال به پایان رسیدن است. وقت کشی یکی از عملهای تاکتیکی برای تیمور رحیموف خواهد بود و همین نحوه را باید ادامه بدهد. و دوستان عزیز، قبلا یک اطلاع داده بودم که تیمور رحیموف در مراکش این حریف را مغلوب کرده بود، اما برعکس حریف او یعنی ورزشگر آلمانی تیمور رحیموف را مغلوب کرده بود. اکنون تیمور رحیموف قصد میگیرد از همان رقابتی که در مراکش بود باخته بود تیمور رحیموف، بالاخره قصد ناکامی را گرفت و این هم یک لحظه بسیار حساس بود و این پیروزی از آن باخت برایش
бо арзиштар буд. Дар Марокаш Темур Раҳимов агарчи бозанда шуда буд дар муддати 2 дақиқа 42 сония ба ҳамин шева, яъне ба контрол дар болои замин ё ба асикоми ваза, вале дар ин ҷо Темур Раҳимов дар бахши саропо аввал як имтиёз ба даст овард, баъдан ҳарифро ба тахтапӯш идора кард. Темур Раҳимов дар финали Гранд-слами Боку 2021 муборак бошад ба кулли ҳаводорону алоқамандони ҷудои тоҷик.